این کشفیات یک معجزه را میماند. محققان دانشگاه نیویورک میگویند که سبب‌های سفید شدن موی را آشکار کردند و این کار آنها به منفعت مردم خواهد بود. بعد هر 4 تا 6 هفته باید مویم را رنگ کنم. در دوره کووید موی سفیدم بیشتر شد و من هم دیگر کاری نگرفتم. گپ فقط سری پول نه، وقتی زیاد میگیره، چون اساسا در آرایشگاه رنگ میکردم. احتمال به زودی رنگ کردن موی یک کاری ناضرور می شود. عالمان دانشگاه نیویورک می گویند که در جریان بالا و پایین شدن حجیره های بنیادی پیازک موی رنگ تولید می کند. با رفتن سین انسان بعضی حجیره ها از حرکت می مانند و در یک مکان خیلی خرد و تنگ نزدیکی پیازک موی در می مانند. ما دیدیم که بعضی حجیره های بنیادی در محیط در میمانند که نباید باشند. در این مکان محدود آنها برای از نو برقرار شدن تکان نمی بینند و به همین خاطر در ادامه جریان رنگ دادن موی اشتراک نمی کنند. مؤلفان کشفیات می گویند که کار آنها می تواند به طبابت موی سفید راه کشاید. یک وسیله می تواند همین شود که حجیره های بنیادی درمانده را گشته به همون منبع تکان حرکتی آنها برای دوباره تولید شدن رنگ موی برگردانیم. ولی نظر مشتری ها به رنگ کردن موی از راه های طبی چی است؟ نمیدونم که آیا زود این را قبول کردن میتوانم یا نه. اول میبینم که تحقیقات به کجا میبرد و اگر بی ضرر بود شاید هم یک بار میسنجم. کلی فرر یک آرایشگر معروف در نیویورک است و باور دارد که حتی بعد از این کشفیات هم شمار خواستگاران رنگ کردن موی کم نخواهد شد. زنها همیشه موی خود را آرا دادن میخواهند، میبرند، رنگش را تغییر میدهند و یا تغییر شکل میکنند. به باور این آرایشگر، کشفیات محققان به صنعت آرایشگری تأثیری چندانی نخواهد داشت. باید گفت تا حال تحقیقات مذکور را دانشمندان در موشها برپا کردند و برای درک نتیجه های بهتری آن باید در انسان هم تجربه کنند.